پناهگاه اتمی افغانستان. دقیقاً زیر پاهای شما، زیر همین جاده‌های شلوغ کابل، دنیای دیگری در جریان است که شاید باورتان نشود. کابل زیرزمینی، پروژه‌ای که دهه‌هاست مثل یک راز نظامی مخفی نگه داشته شده. پناهگاه‌هایی که نه برای جنگ‌های معمولی، بلکه برای زنده ماندن در یک انفجار اتمی ساخته شده بودند. در دهه 80 مهندسان شوروی زیر تپه بیبی مهرو، قصر دارالامان و مناطق کلیدی شهر شبکه‌ای از تونل‌های بتنی حفر کردند. مسیرهایی که آنقدر بزرگ هستند که تانک‌ها و موترهای نظامی به راحتی در آن جابجا می‌شوند. سیستم‌های تهویه غول‌پیکر و ذخایر سوختی که اجازه می‌داد هزاران نفر ماه‌ها زیر زمین زندگی کنند. اما سوال اصلی اینجاست: چرا هیچ دولتی تا امروز جرأت نکرده نقشه این شهر پنهان را فاش کند؟ چه رازی هنوز در این دالان‌های تاریک مخفی است؟ آیا شما از ورودی‌های مخفی این تونل‌ها چیزی شنیده اید؟ تهیه شده در مدیا کلوب.